به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما متعلمین عزیز و در نهایت گرامی. امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سرحال باشید. انجینیر محمد هادی نظری هستم از مجموعه آموزشی ابزار کانکور با جلسه سوم از فصل ششم با موضوع متریکس ها در خدمت شما دوستای عزیز و نازنین هستم. اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسه قبل ابتدا در مورد جمع و تفریق متریکس ها صحبت کردیم. گفتیم ما برای اینکه بتانیم دو متریکس با هم جمع کنیم یا از همدیگه تفریق کنیم باید قبلش یک شرط بررسی کنیم. او شرط چی بود دوستان عزیز؟ او شرطی بود که هر دو متریکس ما باید هم مرتبه باشن دیگه. صحیح است؟ وقتی که اینا هم مرتبه بودن یعنی مثلا متریکس A ما اگر 2/3 بود B هم باید 2/3 باشه دیگه. صحیح است؟ وقتی که هم مرتبه بودن او وقت میرفتیم اینها رو با هم دیگه جمع و تفریق میکردیم. حالا چه قسمی جمع و تفریق میکردیم؟ میمادیم عناصر هم مرتبه را با هم دیگه جمع یا از هم دیگه تفریق میکردیم. در ادامه در رابطه با ضرب اسکالر در متریکس صحبت کردیم. گفتیم وقتی که یک اسکالر در متریکس ضرب میشه در واقع اسکالر ما باید در تک تک عناصر متریکس ما ضرب شود. خب این مواردی بود که در جلسه قبل با همدیگه بررسی کردیم، اما در این جلسه یعنی جلسه سوم میخوایم در مورد دو موضوع صحبت کنیم. اولین موضوع در رابطه با ضرب دو متریکس که ما چه قسمی دو متریکس در هم دیگه ضرب کنیم و موضوع دوم ما هم در رابطه با ترانسپوز یک متریکس است. پس با ما همراه باشید تا این مباحث با هم دیگه بررسی کنیم. اولین موضوع در رابطه با ضرب دو متریکس است. دوستای عزیز اگر ما بخوایم که دو متریکس در همدیگه ضرب کنیم باید حتما تعداد ستونهای متریکس اول ما با تعداد سطرهای متریکس دوم ما برابر باشه. یعنی یک شرط دیگه، این رو باید بررسی کنیم. مثلا نگاه کنیم ما یک متریکس داریم، متریکس A. شما این متریکس نگاه کنید مرتبه از این اگه ما بخوایم بنویسیم چند 2/3 یعنی چی؟ یعنی 2 تا سطر داره و 3 تا ستون داره. خب اگر بخوایم این متریکس A را در یک متریکس مثل متریکس B ضرب کنیم دوستان عزیز باید متریکس B ما چند تا سطر داشته باشه؟ 3 تا سطر داشته باشه دیگه. صحیح است؟ شما متریکس B رو ببینید مرتبه از این اگه بخوایم بنویسیم میبینید 3/2 دیگه. پس میبینید که تعداد ستونهای متریکس اول ما با تعداد سطرهای متریکس دوم ما با هم دیگه برابرن. پس باید این شرط اول بررسی کنیم. خب این شرطی که بررسی کردیم این شرط برقرار بود. حالا چه قسمی ما دو متریکس در هم دیگه ضرب کنیم؟ چی پروسه ای را باید انجام بدیم؟ این را ما در قالب یک مثال خدمت شما عزیزان بیان می‌کنم. فرض کنید ما یک متریکس داریم مثل متریکس A، این ضرب شده در متریکس B ما. متریکس A ما چنده؟ این 2/3 دیگه. صحیح است؟ و متریکس B ما 3/2 است. شما میبینید که تعداد ستونهای متریکس اول ما که 3 تایه با تعداد سطرهای متریکس دوم ما که 3 تایه با هم دیگه برابرن. پس شرط اینجا چی شد؟ برقرار شد. حالا چه قسم اینها را در هم دیگه ضرب کنیم؟ خوب حواست جمع کن، فکرت بگیر که چیکار انجام بدیم. میگیم که دوستای عزیز ما تمام عناصر سطر اول متریکس A را در تمام عناصر ستون اول متریکس B دوستای عزیز ضرب کنیم. وقتی که ضرب انجام دادیم چه اتفاق میفته؟ متریکس C رو میخوایم اینجا ایجاد کنیم دیگه. متریکس C حاصل ضرب متریکس A در B. خب عنصر اول ما پس اینجا ایجاد میشه. چه قسمی ایجاد میشه؟ میشه 1 ضرب در 5 جمع 7 ضرب در 4 جمع 10 ضرب در 8 که ما اینجا برای شما نوشتیم. پس گام اولی شد تمام عناصر سطر اول متریکس A را در تمام عناصر ستون اول متریکس B ضرب کردیم. میریم گام دوم. در گام دوم دوستان عزیز تمام عناصر سطر اول متریکس A را
در تمام عناصر ستون دوم متریکس B ضرب مونیم. وقتی که این ضرب انجام میدیم عنصر دوم متریکس C ایجاد میشه. چه قسمی ایجاد میشه؟ 1 ضرب در 8 جمع 7 ضرب در 2 جمع 10 ضرب در 5. این شد گام دوم. میریم سراغ گام سوم. در گام سوم دوستان عزیز ما تمام عناصر سطر دوم متریکس A را ضرب مونیم در تمام عناصر ستون اول متریکس B. وقتی که این ضرب انجام دادیم عنصر سوم متریکس C حاصل میشه. چه قسمی؟ 9 ضرب در 5 جمع 4 ضرب در 4 جمع 1 ضرب در 8 میشه. این شد گام سوم. گام چهارم شما حدس بزنین. احسن بر شما. در گام چهارم دوستان عزیز باز هم تمام عناصر سطر دوم متریکس A را ضرب مونیم در تمام عناصر ستون دوم متریکس B. وقتی که ضرب انجام میدیم عنصر چهارم ما ایجاد میشه. چه قسمی ایجاد میشه؟ میشه 9 ضرب در 8 جمع 4 ضرب در 2 جمع 1 ضرب در 5. پس متریکس C ما اینجا حاصل شد دیگه. خب حالا اینا رو با هم دیگه جمع مونیم دوستان عزیز، حاصلش رو پیدا مونیم. میگیم که 10 ضرب در 8 برابر با 80 میشه. 7 ضرب در 4 برابر با 28 میشه. 1 ضرب در 5 هم برابر با 5 میشه. خب اینها رو در کل اگه بخوایم جمع کنیم دوستان عزیز برابر با 113 میشه. صحیح است؟ 113. خب میریم سراغ عنصر بعدی. 5 ضرب در 10 میشه 50. 2 ضرب در 7 میشه 14. 1 ضرب در 8 هم برابر با 8 میشه. 14 با 8 اگه جمع کنیم دوستان عزیز برابر با 22 میشه. با 50 برابر با 72 میشه. میریم بعدی. 8 ضرب در 1 برابر با 8. 4 ضرب در 4 16. 5 ضرب در 9 هم برابر با 45 است. خب 16 و 8 اگه جمع کنیم میشه 24. 24 با 45 هم 69 میشه. خب میریم عنصر بعدی. 8 ضرب در 9 72. 2 ضرب در 4 8 و 1 ضرب در 5 هم که برابر با 5 میشه دیگه. صحیح است؟ خب این اگه انجام بدیم 8 و 5 13 میشه. با 72 که جمع کنیم برابر با 85 میشه. پس در نهایت متریکس C ما دوستان عزیز این اگه متریکس A بود در متریکس B ضرب شد و متریکس C ما حاصل شد. عناصر متریکس C را میبینین 113 72 69 و 85. این بود پروسه ضرب دو متریکس در همدیگر. اما یک نکته مهم اینجا وجود داره. این نکته رو میخوام خدمت شما بیان کنیم دوستان عزیز که در سوالات کنکور هم ما دیدیم که از این مبحث سوال میاد. اون نکته چیه؟ میگه که سطرهای متریکس حاصل ضرب. متریکس حاصل ضرب چی بود؟ مثلا شما A رو وقتی در B ضرب میکردین متریکس C حاصل میشد. این متریکس C چیه؟ همون متریکس حاصل ضرب مایه. میگه سطرهای متریکس حاصل ضرب برابر با سطرهای متریکس اول یعنی متریکس A و ستونهای متریکس حاصل ضرب ما برابر با ستونهای متریکس دوم ما یعنی متریکس B. مثال بزنیم دوستان عزیز. همون مثال قبلی رو در نظر بگیرید که متریکس A ضرب در متریکس B شده بود دیگه. خب حالا مرتبه متریکس R چند بود دوستان عزیز؟ 2 در 3 بود یعنی تعداد سطرهایش 2 تا ستونهایش هم 3 تا بود دیگه. میریم سراغ متریکس B. مرتبه از این چند 3 در 2 یعنی سطرهایش 3 تا ستونهایش هم 2 تا. خب طبق از این نکته دوستان عزیز ما وقتی که متریکس C را آمدیم محاسبه کردیم در مثال قبل این مرتبه ازی شده چند؟ 2 در 2 و شما میبینید که تعداد سطرهای متریکس C ما دوستان عزیز برابر با تعداد سطرهای متریکس اول ما و تعداد ستونهای ازی هم برابر با تعداد ستونهای متریکس دوم ما. پس این نکته را حتما به خاطر داشته باشید. یک مثال با هم دیگه حل کنیم دوستان عزیز در رابطه با ضرب دو متریکس. مثال چی میگه؟ میگه اگر متریکس های A و B داده شده باشن پس A ضرب در B را دریافت نمایید. خب میخواد که دو تا متریکس ما در هم دیگه ضرب کنیم حاصل ضربش پیدا کنیم. پس میگیم که A ضرب در B مساوی میشه با متریکس A را عناصرش رو مینویسیم اینجا چیه؟ 2 1 منفی 1 1 3 و 2 است. صحیح است؟ خب این ضرب میشه در چی؟ در متریکس B. متریکس B عناصر چیه؟ 3 4 5 و 2 است.
خب ضرب خودمان رو میخوایم دوستان عزیز انجام بدیم. خب توجه کنید چی کار انجام میدیم؟ من اینها را توضیح میدم بعد مینویسم. میگیم که تمام عناصر سطر اول در تمام عناصر ستون اول ضرب مونیم. پس ضرب انجام میدیم. میشه چی؟ میشه 2 ضرب در 3 جمع 1 ضرب در 5. خب حالا دوباره تمام عناصر سطر اول متریکس A را در تمام عناصر ستون دوم متریکس B ضرب مونیم. پس چی میشه؟ میشه 2 ضرب در 4 جمع 1 ضرب در 2 دیگه. خب میریم بعدی دوستان عزیز. تمام عناصر سطر دوم متریکس A را در تمام عناصر ستون اول متریکس B ضرب مونیم. پس چی میشه؟ میشه منفی 1 ضرب در 3 جمع 1 ضرب در 5 دیگه. خب عنصر بعدی تمام عناصر سطر دوم در تمام عناصر ستون دوم متریکس B ضرب مونیم. پس چی میشه؟ میشه منفی 1 ضرب در 4 جمع 1 ضرب در 2. میریم بعدی دوستان عزیز. بعدی رو توجه کن، ما باز هم توضیح بدیم. میگیم که تمام عناصر سطر سوم متریکس A در تمام عناصر ستون اول متریکس B ضرب مونیم. پس ضرب انجام میدیم. میشه 3 ضرب در 3 جمع 2 ضرب در 5. عنصر بعدی تمام عناصر سطر سوم متریکس A را در تمام عناصر ستون دوم متریکس B ضرب مونیم. پس میشه چی؟ میشه 3 ضرب در 4 جمع 2 ضرب در 2 دیگه. صحیح است؟ خب حالا حاصل اینها را حساب مونیم. این مساوی میشه با 2 ضرب در 3 6 1 ضرب در 5 هم 5 5 و 6 میشه 11 دوستان عزیز. 2 ضرب در 4 میشه 8 1 ضرب در 2 2 8 میشه 10. منفی 1 ضرب در 3 میشه منفی 3 1 ضرب در 5 میشه 5 5 با منفی 3 میشه چی؟ میشه 2. منفی 1 ضرب در 4 میشه منفی 4 با 2 میشه منفی 2. 3 ضرب در 3 میشه 9 2 ضرب در 5 هم میشه 10 10 و 9 میشه چند؟ 19. 3 ضرب در 4 12 این میشه 12. 2 ضرب در 2 هم که برابر با 4 میشه 4 با 12 برابر با 16 میشه. پس ما به این صورت تانستیم که متریکس A ضرب در B را حاصل کنیم. یه از حل مثال در رابطه با ضرب متریکس ها. اما ضرب متریکس ها چند تا خاصیت داره که این خاصیت ها رو دانه دانه با هم دیگه بررسی کنیم. خاصیت اول چی میگه؟ میگه حاصل ضرب متریکس ها به صورت عمومی دارای خاصیت تبدیلی نیست. یعنی چی؟ یعنی A ضرب در B به صورت عمومی و در کل با B ضرب در A برابر نیه. ممکنه که بعض جا برابر شوه اما به طور کلی A ضرب در B با B ضرب در A برابر نیست. یه اولین خاصیت. دومین خاصیت چی میگه؟ دومین خاصیت میگه که ضرب متریکس ها دارای خاصیت اتحادیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر 3 تا متریکس داشته باشین A، B و C، فرقی نمونه که اینها را به چه ترتیبی در هم دیگه ضرب کنین. مثلا شما بیاین اول A را ضرب در B کنین باز حاصلش از ضرب در C کنین، این فرقی نمونه با زمانی که شما بیاین B را ضرب در C کنین و حاصلش ضرب در A کنین. پس وقتی فرقی نمونه میگیم که ضرب متریکس ها دارای خاصیت اتحادیه. خب خاصیت بعدی چیه دوستان عزیز؟ خاصیت بعدی میگه که ضرب متریکس ها نسبت به جمع متریکس ها توزیع پذیره. خب یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید ما 3 تا متریکس داریم A، B و C. صحیح است؟ این رو من برای شما توضیح میدم. شما بین متریکس B و C رو با هم دیگه جمع کنین، حاصل از این در متریکس A ضرب کنین، میشه سمت چپ مساوات شما. خب این برابر با زمانی که شما متریکس A رو در B ضرب کنید جمع کنید با متریکس A ضرب در C، اینا با هم دیگه برابر. یعنی شما A رو در این قوس ضرب کردین.
این وقتی که با هم دیگه برابر بودن میگیم که ضرب متریکس ها نسبت به جمع متریکس ها توزیع پذیره. یا حالت بعدی رو در نظر بگیرید، شما بین متریکس A و B رو جمع کنید، خب بعد حاصل از این را در متریکس C ضرب کنید. این برابر با زمانی که شما C رو در یک قوس ضرب کنید، یعنی شبه AC جمع BC دیگه. پس وقتی که این حالت، این مساوات برقرار بود، میگیم که ضرب متریکس ها نسبت به جمع متریکس ها توزیع پذیره. یا یک خاصیت دیگه دوستان عزیز، این توجه کنید، ما یک اسکالر مثل K داشته باشیم، خب و دو تا متریکس A و B. شما بین متریکس A و B را در هم دیگه ضرب کنید و حاصل از این را در K ضرب کنید. این برابر با زمانی که شما بین K را در متریکس A ضرب کنید و حاصل از این در B ضرب کنید. هیچ فرقی با حالت قبلی نداره و اینها هم هیچ فرقی نداره با حالتی که شما K را بین در متریکس B ضرب کنید، یعنی اسکالر را در متریکس B ضرب کنید و حاصل از این در متریکس A ضرب کنید. کل اینها با هم دیگه برابر هستند. خاصیت بعدی چی میگه؟ خاصیت بعدی میگه که متریکس واحد عضو خنثی در عمل ضربه. یعنی چی دوستان عزیز؟ متریکس واحد که یادتان هستی که در جلسه اول ما در قسمت انواع متریکس ها معرفی کردیم. گفتیم که متریکس واحد یک متریکس قطری یا مربعیه که عناصر روی قطر اصلی از او عدد یک است دیگه، صحیح است؟ پس وقتی که متریکس واحد یعنی آی در یک متریکس مثل متریکس A ضرب میشه، حاصلش همان متریکس A و همچنین متریکس A وقتی که در یک متریکس واحد آی ضرب میشه، باز هم حاصلش A هسته. در واقع متریکس واحد مثل عدد یک میمانه. شما وقتی هر عددی رو در یک ضرب کنید، حاصل خودش میشه 10 ضرب در یک خودش 1000 ضرب در یک میشه 1000، صحیح است؟ پس این متریکس واحد هم نقش عدد یک بازی میکنه. خب این بود از خواص متریکس ها. موضوع بعدی که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم در رابطه با ترانسپوز یک متریکس هست. خب ترانسپوز یک متریکس یعنی چی؟ اگر در یک متریکس ما بگیریم جای سطرها و ستونهای اینها رو با هم دیگه تبدیل کنیم، یک متریکس جدید ایجاد میشه که به این میگیم متریکس ترانسپوز. پس اگر متریکس A شما دوستان عزیز با عناصر A B C D E F و G و H و I باشه، دوستان عزیز میخوایم ترانسپوز از زیر بنویسیم. ترانسپوز از زیر با AT نمایش میدیم، صحیح است؟ میشه A ترانسپوز خوانده میشه، صحیح است؟ A ترانسپوز خوانده میشه. خب این چه متریکسیه؟ متریکسیه که جای سطرها و ستونها عوض شده. شما میبینید که ABC که اینجا در سطر قرار داشت، اینجا میشه چی؟ میشه ستون. DEF که سطر بود اینجا میشه چی؟ میشه ستون دیگه. و GHI که سطر سوم بود اینجا میشه چی؟ میشه ستون سوم. با این میگیم ترانسپوز یک متریکس دوستان عزیز. خب یک مثال حل کنیم در رابطه با ترانسپوز متریکس ها. مثال چی گفته؟ گفته متریکس های زیر را در نظر گرفته متریکس های ترانسپوز آن را دریافت کنید. خب کاری نداره اینها دوستان عزیز، خیلی راحته. میگیم که ترانسپوز با T یا A به توان T به صورت توان می‌نویسیم. AT نمایش میدیم مساوی میشه با. خب گفتیم که جای سطرها و ستونها عوض میشه. شما سطر اول در نظر بگیرید، بقیه‌اش رو هم یاد میگیرین. 0 4 منفی 2. این 0 4 منفی 2 به صورت سطری ما رو ستونیش مونیم دیگه. میشه چی؟ میشه 0 4 منفی 2. همون ترتیب رعایت کنید. خب سطر دوم در نظر میگیریم 4 5 3. خب اینم به صورت ستون دوم در میاریم. میشه چی؟ میشه 4 5 و 3 و سطر سوم هم منفی 2 3 و 0 هستن. اینم به صورت ستون در میاریم دیگه. پس چی میشه؟ میشه منفی 2 3 و 0. این شد از A ترانسپوز. میریم سراغ مثال بعدی. متریکس B رو در نظر بگیریم. میخوایم B ترانسپوز چی دریافت کنیم. خب چی کار می‌کنیم؟ میگیم که تمام عناصر سطر اول به صورت ستونی در میاریم. پس چی میشه؟ میشه 6 میشه 4 و 24 دیگه. خب سطر دوم در نظر بگیریم 1 منفی 9 و 8. خب اینم به صورت چی در میاریم؟ ستونی در میاریم دیگه. چی میشه؟ میشه 1 منفی 9 و 8 دیگه. این هم شد از B ترانسپوز ما. اما ترانسپوز یک متریکس دوستان عزیز مثل ضرب متریکس ها چند تا خاصیت داره. این خاصیت ها رو با هم دیگه بررسی مونیم و مثال هم میزنیم در این قسمت. خب خاصیت اول چی میگه؟ میگه ترانسپوز یک متریکس ترانسپوز
با خود از متریکس برابر. یعنی چی؟ شما یک ترانسپوز متریکس دارین دوستان عزیز، یعنی A ترانسپوز دارین. اگه دوباره از یک ترانسپوز دیگه بگیرین، خود متریکس اولیه ما حاصل میشه. خب مثال بزنیم. یک متریکس به ما داده، متریکس A دوستان عزیز. خب مرتبه از این چنده؟ 2 در 3 دیگه. صحیح است؟ خب حالا میریم A ترانسپوز دریافت کنیم. A ترانسپوز مساوی میشه ما. باید چیکار کنیم؟ باید جای سطرها و ستونها رو با هم دیگه عوض کنیم، تبدیل کنیم اینها رو دیگه. پس چی میشه؟ میشه که 1 3 و 5 و 2 4 و 6 که سطر دوم هستن میشن ستون دوم. این هم میشه 2 4 و 6 دیگه. خب حالا از این A ترانسپوز یک ترانسپوز دیگه میگیریم. این مساوی میشه با وقتی که ترانسپوز میگیریم دوباره دوستان عزیز از A ترانسپوز چی میشه؟ میگیم که 1 و 2 که در سطر اول قرار گرفته میشه چی؟ میشه در ستون اول، میشه 1 و 2. 3 و 4 که در سطر دوم قرار گرفته میشه در ستون دوم، میشه 3 و 4 و 5 و 6 که در سطر سوم قرار گرفته در ستون سوم قرار میگیرن. خب یک مقایسه انجام بدین، میبینین که A ترانسپوز ما برابر با متریکس اولیه ما شد. پس این شد اولین خاصیت. میریم سراغ خاصیت بعدی. خاصیت بعدی چی میگه دوستان عزیز؟ خاصیت بعدی میگه که شما اگر دو تا متریکس داشته باشید، متریکس A و متریکس B. خب این دو تا متریکس میگیریم ما با هم دیگه جمع مونیم یا تفریق مونیم، فرق نمونه. اینها رو با هم دیگه وقتی که جمع مونیم از حاصل جمع اینها میم یک چی میگیریم؟ یک ترانسپوز میگیریم. این برابر با زمانی که شما ترانسپوز هر یک از متریکس ها رو جداگانه با هم دیگه جمع کنید. مثال میزنیم در این قسمت. مثال توجه کنید، متریکس A رو به ما داده و متریکس B رو. میخوایم این خاصیت دوستان عزیز بررسی کنیم. خوب حواستون جمع باشه. میگیم اولین کاری که میکنیم سمت چپ مساوات بررسی مونیم. پس میگیم که سمت چپ مساوات ما، سمت چپ. خب چی میشه دوستان عزیز؟ A جمع B در ابتدای کار. A جمع B. خب A عناصرش میدانیم ما چیه؟ 2 3 1 منفی 2 و 7 است. سری جمع. خب B چیه؟ B ما هم که 1 2 3 0 4 و 6 هست. خب اینها رو اگه با هم دیگه جمع کنیم عناصر هم مرتبه جمع میشن دیگه. 2 جمع 1 3 3 جمع 2 5 1 جمع 3 هم که میشه 4 1 جمع 0 1 منفی 2 4 میشه 2 و 7 و 6 هم که با هم دیگه جمع کنیم برابر با 13 میشه دیگه. صحیح است؟ خب حالا از این میگیریم یک ترانسپوز میگیریم دوستان عزیز. وقتی که ترانسپوز از این رو بخوایم حساب کنین یعنی A جمع B ترانسپوز ما مساوی میشه با، خب جای سطرها و ستونها باید عوض شه. خب جای سطرها و ستونها عوض مونیم، میشه 3 5 و 4 1 2 و 13 دیگه. این شد سمت چپ مساوات ما. خب میریم سراغ سمت راست دوستان عزیز. سمت راست مساوات در نظر میگیریم. خب اول A ترانسپوز دریافت مونیم. A ترانسپوز. A ترانسپوز چی میشه دوستان عزیز؟ میشه 2 3 و 1 و 1 و منفی 2 و 7 دیگه. یعنی همان متریکس A که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه عوض شده. خب B ترانسپوز هم دریافت کنیم. این میشه B ترانسپوز ما. صحیح است؟ خب مساوی میشه با B ترانسپوز چه قسمی دریافت کنیم؟ جای سطرها و ستونها باز هم تبدیل میشن. پس متریکس B رو در نظر بگیرین، میشه 1 2 و 3 0 4 و 6 دیگه. خب حالا میم A ترانسپوز جمع B ترانسپوز دریافت مونیم. چی میشه؟ عناصر هم مرتبه با هم دیگه جمع میشن دیگه. 2 1 3 میشه، 1 و 0 1 میشه، 3 و 2 5 میشه، منفی 2 4 2 میشه دوستان عزیز، 1 و 3 4 میشه و 7 و 6 هم که برابر با 13 میشه. شما میبینین که سمت چپ مساوات ما با سمت راست مساوات ما با هم دیگه برابر شدن. صحیح است؟ پس این هم از خاصیت ترانسپوز ما.
بریم سراغ خاصیت بعدی دوستان عزیز. خاصیت بعدی چی میگه؟ میگه اگه شما دو تا متریکس داشته باشین A و B، اینها را در همدیگه بگیرین ضرب کنین A ضرب در B، از حاصل از اینها بیاین یک چی بگیرین؟ یک ترانسپوز بگیرین. این برابر با زمانی که B ترانسپوز ضرب در A ترانسپوز شود. حواستون باشه B ترانسپوز ضرب در A ترانسپوز شود. صحیح است؟ خب مثال بزنیم در این قسمت. اگر متریکس A و B را به ما داده باشن، میخوایم که این خاصیت چیکار کنیم؟ ثبوت کنیم روی ازی. بریم سراغ بررسی ازی. با یک رنگ دیگه بنویسیم. خب میگیم اول سمت چپ مساوات در نظر میگیریم. سمت چپ مساوات در نظر میگیریم. خب چی را از ما خواسته؟ A ضرب در B. A ضرب در B رو دریافت کنیم. A ما چنده؟ A ما 1، 6 است، 3 و 8 است. B چیه دوستان عزیز؟ متریکس B ما 2، 9 و 7 است دیگه. خب اینها را اگه در هم دیگه بگیریم ضرب کنیم، میشه تمام عناصر سطر اول متریکس A ضرب در تمام عناصر ستون اول متریکس A میشه عنصر اول متریکس C. پس چی میشه؟ میشه 1 ضرب در 2 جمع 6 ضرب در 9 دیگه. خب عنصر دوم چی میشه؟ تمام عناصر سطر اول متریکس A ضرب در تمام عناصر ستون دوم متریکس B دیگه. پس چی میشه؟ میشه 1 ضرب در 2 1 ضرب در 2 جمع 6 ضرب در 7 دیگه. خب ادامه میدیم. میگیم سراغ عنصر سوم متریکس C. میگیم که تمام عناصر سطر دوم متریکس A ضرب در تمام عناصر ستون اول متریکس B، یعنی 3 و 8 در 2 و 9 ضرب میشه. پس میشه 3 ضرب در 2 جمع 8 ضرب در 9 دیگه. صحیح است؟ خب ادامه میدیم. عنصر آخری متریکس C رو میخوایم دریافت کنیم. میشه تمام عناصر سطر دوم متریکس A ضرب در تمام عناصر ستون دوم متریکس B دیگه. چی میشه؟ میشه 3 ضرب در 2 جمع 8 ضرب در 7 دیگه. خب این رو اگه دریافت کنیم دوستان عزیز چند میشه؟ 6 ضرب در 9 54 میشه. 1 ضرب در 2 هم که 2 میشه، 54 با 2 میشه 56 دیگه. خب 6 ضرب در 7 میشه 42. 1 ضرب در 2 هم که برابر با 2 میشه، پس میشه 44 دیگه. خب عنصر بعدی 8 ضرب در 9 72. 3 ضرب در 2 6 و 72 رو که جمع کنیم میشه چند؟ میشه 78 دیگه. خب 8 ضرب در 7 56 میشه. 3 ضرب در 2 هم 6 میشه. 56 با 6 اگه جمع کنیم برابر با 62 میشه. این شد از A ضرب در B. اما ما A ضرب در B ترانسپوز میخوایم دیگه. صحیح است؟ پس میگیم که A ضرب در B ترانسپوز میخوایم دریافت کنیم. این چه متریکسی میشه؟ متریکس A ضرب در B که جای سطرها و ستونهایش عوض شده. پس میشه چند؟ میشه 56 44 و 78 62 دیگه. خب این از سمت چپ مساوات ما. بریم سراغ سمت راست. سمت راست اول B ترانسپوز دریافت کنیم. B ترانسپوز مساوی میشه با B ترانسپوز متریکسیه که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شده. خب چی میشه؟ میشه 2 و 2 9 و 7 دیگه. خب A ترانسپوز هم دریافت کنیم. A ترانسپوز متریکسیه که جای سطرها و ستونهای متریکس A رو ما عوض کرده. متریکس A رو در نظر بگیرین. سطر اولش 1 و 6، پس ستون اول از این میشه 1 و 6 و سطر دومش 3 و 8 و ستون دوم از این میشه 3 و 8 دیگه. خب حالا B ترانسپوز ضرب در A ترانسپوز مونیم مساوی میشه با اینها رو ضرب مونیم دوستان عزیز. B ترانسپوز ما 2 9 2 و 7 عناصرش و A ترانسپوز ما هم چیه؟ 1 و 3 و 6 و 8 هستن. خب اینها را در هم دیگه ضرب مونیم مساوی میشه با 2 ضرب در 1 میشه 2 جمع 6 ضرب در 9. خب 2 ضرب در 3 ضرب یاد گرفتین شما دیگه دوستان عزیز، توضیح نمیدم. جمع 9 ضرب در 8 دیگه. خب 2 ضرب در
1 جمع 7 ضرب در 6 دیگه. درسته؟ خب 2 ضرب در 3 جمع 7 ضرب در 8 دیگه. خب حالا اینا رو دریافت کنیم دوستان. اینجا می‌نویسم برای شما که متریکس حاصل ما چی میشه. 6 ضرب در 9 54 قد 2 که جمع کنیم میشه 56 دیگه. خب 2 ضرب در 3 6 8 ضرب در 9 72 با 6 میشه 78 دیگه. خب 7 ضرب در 6 42 2 ضرب در 1 هم 2 قد 2 میشه 44 دیگه و 7 ضرب در 8 56 2 ضرب در 3 هم 6 56 با 6 اگه جمع کنیم برابر با 62 میشه. پس اینجا میشد چند؟ برابر شد با 62 دیگه. دوستان عزیز خوب توجه کنید که تمام که متریکس ما در سمت چپ مساوات با متریکس حاصل ما در سمت راست مساوات با هم دیگه برابر شدن دیگه. پس ما تونستیم که این خاصیت برای شما روی مثال ثبوت کنیم. خاصیت بعدی چی میگه دوستان عزیز؟ خاصیت بعدی میگه که شما اگر یک اسکالر مثل الفا داشته باشین که در متریکس A ضرب شود، ما از حاصل از این بیایم ترانسپوز بگیریم. این برابر با زمانی که شما دوستان عزیز الفا را در A ترانسپوز جداگانه ضرب کنید دیگه. مثال میزنیم. مثال توجه کنید. یک متریکس A به ما داده و الفا را برابر با 2 داده. میخوایم که این خاصیت با هم دیگه بررسی کنیم. خب باز هم مثل دفعه قبل سمت چپ و راست مساوات جداگانه در نظر میگیریم. پس میگیم که سمت چپ مساوات ما چی میشه؟ سمت چپ ما گفته الفا ضرب در A، باز ترانسپوز هم باید از این بگیریم دیگه. خب الان الفا ضرب در A دریافت کنیم. الفای ما 2 و A یا متریکس ما چنده؟ 2 3 1 2 منفی 7 و 4 هسته. خب ضرب انجام بدیم. یک اسکالر در متریکس ضرب شده. شما در جلسه قبل یاد گرفتین که باید در تک تک عناصر ضرب شود. پس میشه 2 ضرب در 2 4 2 ضرب در 3 6 2 ضرب در 1 هم 2 میشه 2 ضرب در 2 4 2 ضرب در منفی 7 منفی 14 و 2 ضرب در 4 هم که برابر با 8 میشه. این شد الفا ضرب در A. حالا باید از یک ترانسپوز هم بگیریم. پس میگیم که الفا ضرب در A ترانسپوز دیگه. صحیحه؟ خب چی میشه؟ میشه متریکسی که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شدن دیگه. خب این تبدیل انجام میدیم دوستان عزیز. 4 6 و 2 4 6 و 2 4 منفی 14 و 8 میشه 4 منفی 14 و 8 دیگه. چیکار کردیم؟ جای سطرها و ستونها رو با هم دیگه تبدیل کردیم. این شد سمت چپ مساوات ما. بریم سراغ سمت راست مساوات. سمت راست این برای شما بنویسیم. خب در سمت راست گفته الفا در A ترانسپوز دیگه مساوی میشه با الفای ما 2 ضرب در A ترانسپوز میخوایم دریافت کنیم. A ترانسپوز متریکسیه که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شده. خب نگاه کنیم متریکس A رو نگاه کنید، سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل کنید. خب سطر اولش 2 3 1 پس اینجا ستون اول ما 2 3 1 میشه. سطر دوم متریکس A 2 منفی 7 و 4 و اینجا ستون دوم ما میشه 2 منفی 7 و 4 دیگه. خب اینها رو در هم دیگه ضرب کنیم دوستان عزیز. یک اسکالر در متریکس ضرب شده. 2 ضرب در 2 4 2 ضرب در 2 هم برابر با 4 میشه. 2 ضرب در 3 برابر با 6 میشه. 2 ضرب در منفی 7 منفی 14 میشه. 2 ضرب در 1 2 و 2 ضرب در 4 هم برابر با 8 میشه. خب یک مقایسه انجام بدیم. میبینین که سمت چپ مساوات با سمت راست مساوات با هم دیگه برابر شدن. پس ما تونستیم این خاصیت هم برای شما ثبوت کنیم. خاصیت بعدی چی میگه دوستان عزیز؟ خاصیت بعدی میگه که شما اگر متریکس A رو در یک منفی ضرب کنید از یک ترانسپوز بگیرید. این برابر با زمانی که شما ترانسپوز متریکس در یک منفی ضرب کنید دیگه. مثال میزنیم. یک متریکس به ما دادن متریکس A. خب میخوایم این خاصیت ها رو چیکار کنیم؟ با هم دیگه بررسی کنیم. میریم باز هم سمت چپ مساوات در نظر میگیریم. سمت چپ مساوات. سمت چپ مساوات چیه؟ اولا منفی A رو باید دریافت کنیم. صحیح است؟ خب منفی A رو دریافت میکنیم. منفی A میشه تمام عناصر A که متناظر شدن دیگه. منفی 10 میشه 10
4 ما میشه منفی 4، 3 میشه منفی 3، 7 میشه منفی 7. در یک منفی داریم ضرب میکنیم. منفی 1 میشه مثبت 1 و 5 هم میشه منفی 5 دیگه. خب حالا از ما چی خواسته؟ گفته ای رو چیکار کنید؟ ترانسپوزش برای ما دریافت کنید. پس میگیم که منفی A ترانسپوز مساوی میشه با، خب این چیه؟ این متریکسی که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شده. پس تبدیل خودمون انجام میدیم. چی میشه؟ 10 و منفی 4 اینجا میشه 10 منفی 4 منفی 3 منفی 7 و 1 و منفی 5 شد دیگه. این شد سمت چپ مساوات ما. میریم سراغ سمت راست. سمت راست مساوات. سمت راست چی گفته دوستان عزیز؟ سمت راست در نظر بگیرین. خب منفی A ترانسپوز. پس اول A ترانسپوز دریافت کنیم، بعد در یک منفی ضرب کنیم دیگه. نیست؟ خب A ترانسپوز دریافت کنیم مساوی میشه با A ترانسپوز چه متریکسیه؟ متریکس A که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شده. پس این تبدیل انجام بدیم. چی میشه؟ میشه منفی 10 و 4 3 و 7 منفی 1 و 5 شده دیگه. صحیح است؟ خب حالا چی میخوایم؟ این A ترانسپوز در یک منفی ضرب کنیم، میشه منفی A ترانسپوز مساوی میشه با، خب کل اینا رو در یک منفی ضرب کنیم، میشه 10 منفی 3 و 1 منفی 4 منفی 7 و منفی 5 دیگه. خب باز هم مقایسه انجام بدین دوستان عزیز. شما میبینین که سمت چپ مساوات ما با سمت راست مساوات با هم دیگه برابر شدن. پس منفی A ترانسپوز برابر با منفی A ترانسپوز. خب این هم از خاصیت بعدی ترانسپوز در متریکس ها که با هم دیگه بررسی کردیم. اما یک متریکسی ما داریم دوستان عزیز به نام متریکس متناظر. متریکس متناظر چیه؟ اگر یک متریکس ترانسپوز یعنی A ترانسپوز با متریکس خودش یعنی A مساوی شد، این زمان میگیم که متریکس ما متریکس متناظر دوستان عزیز. پس زمانی که A ترانسپوز با خود A برابر شد میگیم که متریکس ما یک متریکس متناظره. اما در سوالات چگونه تشخیص بدیم که متریکس ما متریکس متناظره؟ میگیم که در متریکس متناظر عناصر نسبت به قطر اصلی با یکدیگر برابرن. پس اولین کاری که شما انجام میدین قطر اصلی رو معلوم کنین. قطر اصلی رو ما در جلسه قبل گفتیم که کدام عناصر میشه A11 A22 تا ANN دیگه. صحیح است؟ این شد عناصر قطر اصلی ما رو معلوم کردیم. حالا نگاه کنیم که عناصر آیا نسبت به این قطر اصلی با هم دیگه برابر هستن یا نه. اگر برابر بود متریکس ما متریکس متناظره. خب بررسی مونیم. اینجا شما میبینید که نسبت به قطر اصلی 4 و 4 با هم دیگه برابره، نسبت به قطر اصلی 5 و 5 برابره و نسبت به قطر اصلی 6 و 6 هم با هم دیگه برابر. پس این متریکس یک متریکس متناظره. پس این هم از راه تشخیصش که ما حتما در کنکور شاید سوال داشته باشیم دوستان عزیز. پس راه تشخیصش به خاطر داشته باشیم. خب درس ما خلاص شد. بریم با هم دیگه سوالات کنکور یک بررسی داشته باشیم مرتبط با این قسمت. سوال اول ببینیم. از فرم اول کابل سوال مطرح شده. گفته اگر متریکس A و B را به ما داده باشند A ترانسپوز جمع B ترانسپوز از ما خواسته. ما برای حل لازم میریم سراغ خاصیت های ترانسپوز دوستان عزیز. اگه یادتون باشه گفتیم که A ترانسپوز جمع B ترانسپوز دوستان عزیز برابر با A جمع B ترانسپوز دیگه. پس ما کاری که انجام میدیم اول A و B رو با هم دیگه جمع کنیم. پس میگیم که A جمع B مساوی میشه با، خب متریکس A رو نگاه کنید 1 از 0 0 و 1 هسته. خب جمع متریکس B رو نگاه کنید. متریکس B ما 2 0 1 و 3 هسته از عناصر متریکس B ما. خب اینها رو با هم دیگه جمع کنیم دوستان عزیز. عناصر هم مرتبه جمع میشن. 1 و 2 3 0 و 0 0 0 و 1 دوستان عزیز برابر میشه با 1 و 3 و 1 هم برابر با 4 شد دیگه. صحیح است؟ خب حالا از این یک ترانسپوز میگیریم، یعنی میگیم که A جمع B ترانسپوز. خب این
وقتی میخوایم محاسبه کنیم چی متریکسی میشه؟ متریکسی میشه که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شده. پس این تبدیل انجام میدیم. اینجا میشه 3، اینجا میشه 0 دوستای عزیز، اینجا میشه 1 و اینجا میشه 4. پس کدام گزینه شد؟ گزینه A پاسخ صحیح این سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم سوم بلخ مطرح شده. گفته اگر A 2/5 باشه، B هم 5/7 باشه، اینا دو تا متریکسن، پس مرتبه A ضرب در B مساوی با کدام گزینه میشه؟ ما یک نکته خدمت شما عزیزان بیان کردیم دوستای عزیز. گفتیم که A ضرب در B حاصلش میشه یک متریکس مثل متریکس C دیگه. اگه بخوایم مرتبه متریکس C رو دریافت کنیم، گفتیم مرتبه متریکس C تعداد سطرهایش برابر با تعداد سطرهای متریکس اول ما میشه، یعنی 2 تا، و تعداد ستونهایش هم برابر با تعداد ستونهای متریکس دوم ما میشه، یعنی چند تا؟ یعنی 7 تا. پس میشه چی؟ میشه 2/7 دوستای عزیز مرتبه متریکس A ضرب در B. پس گزینه D پاسخ صحیح این سوال شد. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم سوم بلخ. اگر A یک متریکس سطری باشه دیگه، شما میبینید که یک متریکس سطریه، یعنی مرتبهش 1 ضرب در 4، یک دانه سطر داره 4 تا ستون. گفتم پس مرتبه A ترانسپوز مساوی با کدام گزینه میشه؟ اگه یادتون باشه گفتیم که در A ترانسپوز جای سطرها و ستونها عوض میشن. پس اگر A 1/4، پس A ترانسپوز ما چیه؟ 4/1 دیگه. پس میشه گزینه B پاسخ صحیح این سوال ما. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم دوم فاریاب. گفته کدام یک از متریکس های ذیل متناظره؟ گفتیم که راه تشخیص متریکس متناظر چی بود دوستای عزیز؟ اولا قطر اصلی را عناصرش معلوم میکنیم. مثلا گزینه A نگاه کنید، ما عناصر قطر اصلی رو معلوم مونیم. خب باز بررسی مونیم آیا دیگه عناصر نسبت به قطر اصلی با هم دیگه برابر هستن یا نه. وقتی که بررسی مونیم میبینیم که 2 و 5 با هم دیگه برابر نیستن، پس این گزینه رد شد. گزینه بعدی رو نگاه می‌کنیم، گزینه B. خب عناصر روی قطر اصلی رو معلوم مونیم دوستان عزیز، باز بررسی مونیم دیگه عناصر آیا نسبت به قطر اصلی با هم دیگه برابر هستن یا نه. 1 و 1 با هم دیگه مقایسه مونیم برابره، 4 و 4 با هم دیگه برابره و 8 و 8 هم دیگه با هم دیگه برابره. پس خلاص شد دیگه گزینه B پاسخ صحیح این سوال ما شد. شما اگه بقیه گزینه‌ها رو هم بررسی کنید، مثلا گزینه C رو بررسی کنید، عناصر روی قطر اصلیش معلوم کنید، بقیه عناصر رو نسبت به قطر اصلی بسنجید، می‌بینید که 1 و 6 با هم دیگه برابر نیان دیگه. پس این گزینه نمیتونه یک متریکس متناظر باشه. گزینه B پاسخ صحیح ما شد. از فرم سوم غزنی گفته اگر A و B دو متریکس باشن، پس A ترانسپوز جمع B ترانسپوز مساوی به کدام گزینه؟ ما در قسمت خاصیت های ترانسپوز خدمت شما بیان کردیم که A ترانسپوز جمع B ترانسپوز برابر با A جمع B ترانسپوز. پس کدام گزینه میشه؟ گزینه D پاسخ صحیح این سوال ما شد. از فرم دوم بدخشان اگر B مساوی با -2 -3 -1 و -4 باشه، یک متریکس 2 در 2، پس -B ترانسپوز از ما خواسته. ما در قسمت خواص ترانسپوز خدمت شما بیان کردیم که -B ترانسپوز برابر با -B ترانسپوز. صحیح است؟ خب حالا کافیه که پس ما B ترانسپوز دریافت کنیم، در یک منفی عناصرش ضرب کنیم. پس B ترانسپوز دریافت کنیم، اول B ترانسپوز مساوی میشه با، خب B ترانسپوز همان متریکس B که جای سطرها و ستونهاش با هم دیگه تبدیل شده. پس اگر سطر اول متریکس B -2 و -3، اینجا ستون اول ما میشه -2 و -3. اگر سطر دوم متریکس B -1 و -4، اینجا ستون دوم ما میشه -1 و -4 دیگه. خب این شد از B ترانسپوز. اما ما چی میخوایم؟ ما -B ترانسپوز میخوایم دیگه. صحیح است؟ -B ترانسپوز چی میشه؟ یعنی کل عناصر ما در یک منفی ضرب کنیم دیگه. پس چی میشه؟ -2 -1 -3 و -4 دیگه. کدام گزینه شد؟ گزینه دی پاسخ صحیح این سوال از فرم دوم بدخشان شد. خب دوستای عزیز، جلسه سوم از
فصل ششم هم خلاص شد. ما در این جلسه یاد گرفتیم که چه قسمی دو متریکس در هم دیگه ضرب کنیم، همچنین در رابطه با ترانسپوز یک متریکس هم اطلاعات دریافت کردیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتان.